السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را خبر داده است از 5 نفری که در آخر زمان می برآیند. رسول الله حبیب الله است و بهترین خلق الله است. غیب را نمی داند. هر چیز الله به او خبر داده است همان را به امتش فرموده است و هر چیزی را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حقیقت دارد. در مورد 5 نفر حدیث های زیادی روایت شدند. یکم مردی که از قحطان است. در کتاب امام بخاری رحمه الله حدیثی روایت شده است. عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قیامت نمی شود مگر که شخصی برآید از قحطان مردم را با چوبش راهنمایی کند. امام قرطبی رحمه الله شرح داده است این حدیث را. میگوید به معنای که کسی به امر همین شخصی که از قبیله قحطان است طاعت نمی کند، او را به ضرب سختی معامله می کند. قحطان قبیله از اهل یمن است. قحطانی مرد صالح است که به عدل حکم می کند. دوم الجهجه. تا اینکه جهجه نبرآید قیامت برپا نمی شود. در کتاب امام ترمذی حدیثی روایت شده است عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. در شرح این حدیث امام احمد رحمه الله میگوید مرد از نسل غلامان است، او را جهجه مینامند، بر مردم حاکم می شود. یعنی تا وقتا که جهجه نبرآید قیامت برپا نمی شود. و این سخن را هم ابن کثیر رحمه الله می گوید. سوم امام مهدی. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين. امام مهدی از من است، یعنی از خاندان من است. و از صفاتش را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که پیشانیش جایی که موی سر می شود کشاد است و کمی مثل که موی سرش از پیشانی ریخته باشد. اقنى الانف، بینیش بالای بینیش کمی بلند است. یملأ الارض قسطا و عدلا، زمین را با عدل حکم می کند. کما ملئت جورا و ظلما، چطوری که زمین با ظلم و ستم حکم کرده شده بود. یملک 7 سنین، 7 سال حکم می کند. چهارم مسیح دجال. عن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافرا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر پیامبری قوم خود را از آمدن یک چشمه دروغگو یعنی دجال با خبر کرده است. او یک چشم دارد و پروردگار شما یک چشمه نیست. در پیشانیش کافرا نوشته شده است. و در روایت دیگری شما پروردگارتان را نمی بینید تا اینکه وفات کنید. پنجم عیسی علیه السلام. در کتاب امام بخاری و مسلم حدیثی روایت شده است عن ابي هريره رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. قیامت برپا نمی شود تا که در بین شما عیسی پسر مریم نازل می شود، بر شما حکم عادلانه می کند، صلیب را می شکند، خوک را می کشد و در دنیا فراوان می شود. وفات یخسوم برادرش مسروق پادشاه شد. در زمانه پادشاه